أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز، دوستان گرامی قدر، شکر الله خوب و مهربان را که برای ما و شما توفیق داده است و نصیب گردانده است که از این شبهای نورانی، از این شبهای پرفیض و برکت، از این شبهای طلایی ماه رمضان الحمدلله که استفاده برده ایستاده‌ایم. از خداوند عاجزانه مسئلت دارم بار اله پروردگارا به حرمت این لحظه های اجابت دعا اسلام عزیز ما را در روی عالم غالب بگردان. پروردگارا دشمنهای اسلام را خار و زبون و نیست و نابود بگردان. پروردگارا حکم قانون قرآن را در روی عالم حاکم بگردان. پروردگارا تمام برادرهای مؤمن و مسلمان و مسافر و مهاجر ما را از این بلاها و آفتها، مصیبتها و مشقتها و وباها در حفظ امانت نگه بدار. پروردگارا برای تمام بیماری هاشون شفای عاجل کامل نصیب بفرما. برای گذشته هاشون رحمت مغفرت بگردان. پروردگارا وطن عزیز ما را که این بیماری یعنی در وطنم رفته است و تأثیر کرده است، پروردگارا در حفظ امانت نگه بدار. پروردگارا برای بیماری ها شفای عاجل کامل نصیب بفرما. پروردگارا این وبا و این بلا را از وطن عزیز ما زودتر و تیزتر نیست و نابود بگردان. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز، امروز هم باشد صحبت ما جوابی سوالهایی هست که برادرای عزیز برای ما فرستاده اند. ان شاء الله رب العالمین کوتاه و مختصر زودتر یعنی جواب اینها را میگردونیم، چون که سوالها از حد زیاد هستند. برادر عزیز سوال کرده است که السلام علیکم داملای عزیز، درباره نمازی که در شب خوانده می شود چطور خوانده می شود و چند رکعت می شود میفهماندید؟ خداوند از شما راضی باشد. خب برادر عزیز، نمازی که در شب خوانده می شود، اگر انسانی که یعنی نماز تهجد خواندنی باشه، اگر نماز تهجد جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی که 8 رکعت خوانده اند، یعنی 4 رکعتی نیت کرده اند. اما درباره نمازهای شب بهترش این است که انسان 2 رکعتی نیت کنه، چون که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم تنگه صلات اللیل مثنا مثنا، تا نماز شب 2 رکعت است. یعنی روایت ها حدیث ها به نهایت زیاد هستند که انسان باید نماز شب یعنی نماز تهجد 2 رکعتی بخونه. یعنی 8 رکعت نماز تهجد بخونه کسی نماز شب خواندنی باشه، اگر یعنی 2 رکعتی نیت کرده یعنی 8 رکعت بخونه. بعد از 8 رکعت زیاد خواندن کسی با میخواه نماز نفل زیادتر بخونه، اونهاشه یعنی نفل نیت کرده. قیام لیل جناب پیغمبر داشتن، غیر از نماز تهجد بعد از اون نمازهای نفل قیام لیل یعنی نماز شب میخواندن. این قیام لیل یعنی 2 رکعت نیت کرده، چقدر چند عدده که یعنی زورتون میرسه براتون درست است خواندن. اما هر شخصیتی که اگر 4 رکعت نماز تهجد خواند یا اینکه 4 رکعت نماز نفل خواند، برای او ضرور است که در قعده بین یعنی در اتحیات بین صلوات ها را خونه، یعنی اللهم صل علی اللهم بارک علی را میخونه، اللهم اغفر لی نخوانده الله اکبر گفته به 3 رکعت بعد از اون میخیزه. یعنی بهترش این است که هر انسانی که نماز شب میخونه 2 رکعتی بخونه، چند رکعتی که یعنی خوانده میتونه. خب برادر عزیز سوال کرده است که السلام علیکم داملا، 1-2 سوال دارم. همین نام یاسمین نام اسلامیه و خب این سوال دومش و چی حکم دارد نردی بازی؟ یاسمین این نامی یعنی بگیم فارسی هم گویه میشه، چون که یاسمین نام یک گل است که یاسمن میگن مردمی روزها، جسمین والله علم گوین، یعنی که این نام یک گل است. از بس که زنها را بسیاری وقت یعنی به گل قیاس میکنن، مثال میارن، مثلا صدبرگ و لاله و این نام ها هست مردم، به این خاطر همچون نام گل نام گذاشتگی هستند. یاسمین یعنی نام گل هست.
و دویم سوالی که برادر عزیز پرسیده، نردی بازی در شریعت اسلام حکمش حرام است، معنی است و نادرست است. جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم در بین بازی ها، یعنی بازی هایی که معنی حرام هستند، یکی از اونها این نردی را گفته است که این حدیث ابو داود است، از حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه روایت شده است. حدیث صحیح است. حضرت گفتن که من لعب بالنرد فقد عصى الله و الرسول. گفتن هر شخصیتی که یعنی بازی کنه به نردی، یعنی نردی بازی کنه، و شخصیت نافرمان برداری کرده است خدا و پیغمبر را. یعنی خب هر انسانی که همین نردی را بازی کنه، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن که اون شخصیت یعنی عصیان، نافرمان برداری، گناه کرده است، گفته خدا و گفته پیغمبر را به جا آورده است. این چنین با از امام مسلم روایت است که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که من لعب بالنرد شیری فکأنما خب سبغ یده فی لحم الخنزیر و دمه. گفتن هر انسانی که، هر شخصیتی که نردی بازی کرد، همچنانی هست که او شخصیت دستش در گوشت، در خون خوک زده است. یعنی این خیلی وعیدی سختی است که هر انسانی که این کار بکنه، مثالش مثل اینه که گویا دستش در خوک، یعنی در خون و در گوشت خوک زده است، یعنی دست در چیزی عمل، چیزی حرام زدگی است. به این خاطر نردی بازی در شریعت اسلام چی به پولش باشه چی به پولش باشه حرام است. برادر عزیز، برادر دیگر پرسیده است که السلام علیکم داملوی عزیز، گوشت گاو، گوشت گوسفند اگر در مگزین ها گرفته استفاده بری حلال است؟ خب در صورتی که از مگزین گوشت های حلال که مخصوص تیار میکنند خب نباشد، چون که خب نه در همه جای روسیه گوشت هایی که خب برکه حلال دارند دسترس کرده می شود. خداوند هم من را جزای خیر دهد. برادر عزیز، این گوشت هایی که در مگزین ها می فروشند اینها همش حرام هستند. اگر شما در نظر داشته باشه اون آیتی را که خداوند گفته که یعنی طعام اهل کتاب برای شما حلال است، امروز اهل کتاب باقی نمانده است. گوشت های اینها را امروز مسکنبینت میکشه. اهل کتاب وقتی که ذبح میکردن یعنی بسم الله میگفتن، به نام خدا میکشتن، اگرچه اونها اهل کتاب کافر کتابی هم بودن، به نام خدا ذبح میکردن. امروز کافر کتابی باقی نمانده است، اینها هم مشرک هستند. اینها میگویند حضرت عیسی بچه خدا است، نعوذ بالله، حضرت مریم مادر خدا است میگویند. اینها را یعنی حکم کتابی کرده نمیشه. به این خاطر گوشت‌های مگزین‌های اینها همش حرام هستند. از اینها خوردن نادرست و معنی است. یعنی انسان نمیتواند که از مگزین‌های اینها این گوشت‌ها را گرفته و خورد، چون که اینها حرام هستند. اکثرا گوشت‌های مگزین‌های اینها را مسکمینت میکشه، یعنی اونها حرام هستند. برادر عزیز، خب السلام علیکم داملا، نام من بیروز، میگویند نام تو کتابی نیست و یک آدمان نام مرا گرفتن کبر میدانند، برای چی باشد؟ برادر عزیز، بیروز این یعنی نام فارسی است، نام تاجیکی هست. در لغت ها ما وقتی نگاه کرده معنا کردن که خوشبخت، سعادتمند، نیکبخت، نیک روز، یعنی معناهای خوب دارند. ما در روزهای گذشته گفتیم که نام‌هایی که معناهاشون بد نباشه این چنین نام‌ها را نام گذاشتن ممکن است، درست است، یعنی در شریعت. یعنی نام بیروز نامی هست که دلالت به خوبی میکنه، یعنی انسانی که روزهای خوب داره، روزهای به داره، انسانی خوشبخت است، سعادتمند است، نیکبخت است، نیک روز است. چنین نام‌ها را البته را گذاشتن در شریعت درست است. برادر عزیز، خب برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم دوستی الله، خداوند برکتون تید. میگفتین که در ماه رمضان خداوند شیطانها را محکم میکند، ولی جنها را چی و یا را محکم میکند یا نه؟ برادران عزیز، جنها اینها مکلف هستند. برای جنها هم یعنی امر عبادت بندگی هست، ویها هم نماز میخونند، ویها هم روزه میگیرند. شیطان ها که محکم هستند، سبب محکم بودن شیطان این است که اونها یعنی مردود هستند. خداوند از درگاهش اونها را رد کرده است، رانده کرده است، محروم کرده است، ملعون کرده است، در لعنتش گرفتار کرده است. به همین خاطر
خداوند در این ماه، یعنی محکم بودن، زنجیر بند بودن اونها هم این است که در این ماه اکثری از بنده های خدا روزدار هستند، پیروی و اطاعت شیطان نمیکنند. ولی جینها اونها در این ماه عبادت میکنند، بندگی میکنند. البته اونها هم دارند، در بین جینها هم هست، یعنی جینهایی که شیطان پرستند. چنانچه که ما امروز در بین انسانها هم داریم انسانهای شیطان صفت، شیطان صورت، این چنین در بین جینها هم هست. جینها هم یعنی اونها یعنی مؤمن و مسلمان و کافر دارن، اونها هم یعنی نماز میخوانن و روزه میگیرن مثل ما برین. البته خب برادر عزیز پرسیده است که السلام علیکم دام الله مهربان، خداوند از شما راضی باشد. خب نمازی طلب شفا چی طور نیت میکنی؟ در حق من دعا کنید، خداوند نگهبانتون باشه و شفای کامل توی. راست دیگه برادر عزیز، نمازی طلب شفا ما در روایت ها ندیدیم، اما هست حدیث هایی که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که شما در نمازهای شب، در نمازهای نفل در حالت سجده بودن دعا کنید. قریب ترین حالت شما با پروردگار در نماز در سجده است. یعنی در نمازهای نفل در سجده در شبها انسان میتواند که از خداوند طلب حاجت کنه، طلب شفا کنه. یعنی اینها در حدیث ها هستند، اینش درست و جایز است. خب السلام علیکم دام الله، من هر سحر بعد نماز بامداد قرآن از روی تلفنم میخوانم. با حرف تاجیکی عربی خوانده نمیتوانم، همین طور ممکن است؟ بله برادر عزیز، برات ممکن است، اما خواهش میکنم از همه شخصیت هایی که یعنی قرآن خوانده نمیتوانند حرکت کنند که قرآن خوان شوند. مسلمان باید معنای قرآن بداند. متاسفانه امروز اکثر مردم ما از قرآن دور شدگی هستند و تعبیر محمد اقبال میگه زی فرمان قرآن چو رخ تافتی، به جای خوشی ناخوشی یافتی. ببین از روزی که مسلمان از قرآن دور شده چقدر ناراحت، چقدر پریشان و چقدر به رنج درد و داغ و غریبی های دنیا مبتلا است. به همین خاطر برادر عزیز بزرگوار من، حرکت که قرآن خوان باش، حرکت که این قرآن ما مسلمان ها یعنی روزنامه و برنامه زندگی ما است، ما باید معناش بدونیم. اما متاسفانه امروز اکثر مردم ما چی جای معنای قرآن بلکه قرآن خوانده نمیتونه. حرکت کنی برادر عزیز که یعنی که قرآن خوان شوه. خب السلام علیکم بابای دام الله، آبی دهان خوری روزت میشکند یا نه؟ نه برادر عزیز، آبی دهانی که یعنی در دهان پیدا میشه و آب اگر انسان خورد کند یعنی خورد، روزه انسان یعنی نمیشکند. روزه انسان به سبب خوردن نمیشکند. اما آب دهانش وقتی از دهانش بیرون کنه، جدا کنه و بعد از آن خورش، در این صورت روزش میشکنه. اگرچه آب دهان خچم باشه، وقتی از دهان بیرون کرده خوردش، در این حالت صورت روزش میشکند. خب السلام علیکم بابای دام الله، ما یک گروه مخلصان شما، همین نام فیض الدین چی معنا دارد؟ ما انتظار جواب شما هستیم. فیض الدین، فیض به معنای یعنی برکت و بخشش می شود، یعنی خوبی ها و برکت های دین، معنای خوب داره برادر عزیز. یعنی فیض دین، فیض به معنای خیر و برکت، نیکی ها، خوبی های دین. خب اینجا سوال دیگر دوست برادر عزیز، و نامی سید احرار چی معنا داره؟ می گفتید سید احرار برادر عزیز، سیدش گفتیم آقا و سردار و سرور می شود، احرارش آزاد، شخصیت آزاد، یک انسانه که یعنی غلام هیچ کس نیست، فقط غلام الله است، بنده الله است، از همه یعنی اطاعت پیروی شیطان و نفس همه آزاد است. احرار به معنای آزاد، از حر گرفته شده به معنای آزاد می شود. خب اینجا بسیاری برادرها نامهاشون پرسیدن. سلام علیکم بابا جان، نام من شاهروخ چی معنا دارد؟ التماس جواب تین. شاهروخ اینم معنا نام فارسی هست. شاه یعنی رخی، یعنی چهره شاهانه، یعنی انسانی که چهره شاهانه داره. شاهزاده برنده یعنی انسانی که چهره و رخ شاهانه داره. خب السلام علیکم داملا جان، اگر مادر از سبب ناتوانی کم قوتی روزه اش را خورد باید چی کار کند؟
خب و برای زنها فانی استفاده می شود. بله برادر عزیز، مادر و زنهای سال رفته که دیگر طاقت نمیکنن، قوت نمیکنن، مثلا از 70 و 80 بالا هستند، اونها قوتشون سست است، روزه گرفتن براشون دشوار و مشکل است، یعنی نمیتوانند. تا حد امکان اگر توانند گیرن براشون بهتر است. اما وقتی که قوتشون کم است گرفتن نمیتونند، در این صورت شما یعنی فرزندهاشو در هر یک روز روزشون برای اونها یعنی که فدیه میدهه. فدیه را دیروز من در مفتیات یعنی روسیه نگاه کردم، انسان هایی که در طرف روسیه هستند 200 روبل یعنی روسی گرفته از فدیه روزه را. انسان هایی که سال رفته هستند نمیتوانند یعنی روزه گرفته، وارثاشون باید در هر یک روز روزشون یعنی 200 سوم روسی فدیه دهند. بله برادر از مادری که قوتش کم باشه و سالش از حد زیاد رفته باشه، در این صورت از تنش فدیه میدهه، از گردن او یعنی ساقط میشه. اما در دوام عمرش اگر کدام وقت ساعت شد و توانا شد، اون مادر باید قضای روزش گیره. وقتی قضایش گرفت، این یعنی فدیه دادگی شما برای اون نفل میشه و برایش ثوابش میرسه. برادر عزیز، خب برادر عزیز سوال کرد: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب با دختری که میخواهی در نکاح ضروری تلفنی صحبت کردن خب ممکن است؟ نه برادر عزیز، با تلفن صحبت کردن ممکن نیست. فقط جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم رخصت دادن، گفتن شخصیت هایی که زنگیر هستند، همون دخترهایی که میگیرن همونها را یعنی یک بار یا دو بار رفته ببینن همدیگر را، به همدیگر صحبت کنن، یعنی خصلت و فعل و کردار خود را به همدیگر نقل کنن، تا اینکه آینده در زندگیشو یعنی سبب یگان کمبودی و نارسایی و سبب جداگی حیاتشون نشود. فقط انسان میتونه که همونم به قدر حاجت، اینه که مقصد از همه جانب چی نوعی که امروز اکثر جوانها سالهاش قطعی به این تلفن‌ها صحبت میکنن، همدیگر را فریب میکنن، اینها حرام هستند. صحبت نامحرمانه اینها حرام هستند برادر عزیز. فقط میتونه که یک بار و دو بار یعنی رفته او را ببینی، رو پرو صحبت کنی، به همدیگر فعل خصلت خود را گویی، اینش یعنی در شریعت ممکن است. اینه که دائمی با تلفن با او صحبت کنی، اینش معنی حرام است. تا نکاح کردن نمیتونه این کار کردن. السلام علیکم. خب نام من منور چی معنا دارد؟ خب زنانه هست یا مردانه؟ اکنون برادر از این معنای منور به معنای نورانی می شود، یعنی چیز شخصیت نورانی، شخصیت پرنور. در طرف های ما مردم ما منور یعنی شخصیت های مرد نام میکنن. اکنون نمیدونم برادر عزیز که شما را مقصد تو چی است که مردانه و زنانه. در طرف ما منور یعنی انسان های خب مردها را نام میکنن. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با بود املا خداوند از شما راضی باشد. من یک سوال دارم. آدمی پرستاتیت دارد، خب پیش دراز شده میتواند در نماز خواندن؟ خب جایز است؟ التماس با سوال ما جواب گردانه. خب انسانی که خنک زدگی داره یعنی پیشابش میروه که امروز پرستاتیت میگوین، اونها دو حالت دارن. بعضی از اونها بچنان کسلشون سخت است که دائمی پیشابشون میروه، یعنی پیشابشون میچکه دائمی. اگر در این حالت باشه او انسان پیش در آمدنش درست نیست برادر عزیز، چون که اون معذور حساب میخوره. اقتدای انسان های سعد به معذور درست نیست. اما بعضی خنک زدگی هایی که یعنی بسیار بیرون میرون اما خود را قبیده میتونن و آبهاشون نمیبرایه، برای اونها البته درست است که امامتی کنن پیش درآیند. خب السلام علیکم داملا، من یک سوال داشتم. در شهر مسکو نماز تهجد از ساعت چند تا چند خوانده می شود؟ خواندن ممکن است؟ خب رحمت بر شما برادر عزیز. راستی که ما در شهر پیرم هستیم، شهر مسکو را نمیدونیم. خودتون همونجا هستی ببینه که یعنی صبح ساعت چند میدمه، یعنی سحر خورک تا ساعت چند است. وقتی هم تا دمیدن صبح دمه، یعنی 10 دقیقه 15 دقیقه موندگی به صبح دمیدن، تا همون لحظه را شما میتوانه که نماز تهجد خوانی. وقتی نماز تهجد یعنی بهترین وقت برای خواندن نماز تهجد سیگ آخری شب است.
شب 3 تقسیم میکنی، هم یک حصه آخرش در نماز تهجد خواندن بهتر است. اما وقتی نماز تهجد یعنی بعد از نماز خفتن تا پیش از صبح انسان میتونه که نماز تهجد خونه. بهتر شما وقتی هم مسکوه را نگاه کنید که ساعتی بامداد ساعتی چند میدروید. مثلا اگر ساعت 3 یا 4 بامداد در شما شود، یعنی تا ساعتی امون 10 دقیقه ماندن تا بامداد میتونه که شما نماز تهجد خونه. خب سلام داملای عزیز، یک سوال دارم. یک برادر کتاب قرآن کریم را میخواند ولی 2 وقت نماز میخواند. ولی میگویم که من کتاب میخوانم. خب ولی میگوید که من کتاب میخوانم کار میکند. نماز در کارش طهارت باشد میخواند، نباشد نمیخواند. من الحمدلله 5 وقت نمازم را میخوانم. و میگوید که من از تو بهتر میگوید. اکنون برادر عزیز، انسانی که نمازش قضا میکنه، چی قرآن بخونه چی قرآن نخونه، این نماز از همه ضرورترین و مهمترین عبادت ها هست. وقتی که انسان میگه نمازش قضا ترک کرد قصدن، یعنی وی گناهگار میشه و وی عاصی میشه. اگر او انسان 2 وقت نماز بخونه و شما 5 وقت نماز بخونه، اگر هر کاری کنه وی به شما برابر شده نمیتونه، چون که شما بهترین ثواب میکنه. انسان 5 وقت نمازش خواندن بگیره، انشاءالله نماز او را از همه کارهای بد، از کار فحشا و منکر معنیش میداره. نماز کفارت گناههای انسان میشود. البته او خطا کرده است، یعنی وی ناحق است که وی گوید که من نسبت به شما بهتر است. هر انسانی که 5 وقت نماز ادا میکنه وی بهترین شخصیت است برادر عزیز بزرگوار. خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته داملو جان. من یک مخلص شما داملو جان. من بعد 2 ماه صاحب پسر می شوم. می خواهم نامش را یاسین جان بمانم. هیچ باکی ندارد. جوابش را بگردانید. خداوند از شما راضی باشد. برادر عزیز، یاسین این یک نام از نامهای جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. اما کلمه یاسین که در قرآن آمده است، این یعنی از حروف متشابهات است، آیت متشابه است. مفسرها این جمله ها را یعنی معنا نکردند. در قرآن ما آیت های متشابه داریم که اونها را خداوند آشکار نکرده است. یعنی آیت هایی هستند که معنای اونها اظهار نیستند، آشکار نیستند. کلمه یاسین از جمله یعنی آیت های متشابه است. او را اکثر از مفسرین میگن که والله اعلم بمراده به، الله تعالی خودش داناتر است به مراد و مقصدش که این جمله ها چی معنا دارند. اما گذاشتن نام یاسین در نام ها یعنی درست و ممکن است، چون که یکی از نام های جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم یاسین است. خب السلام علیکم داملای عزیز، درباره نصاب زکات می گفتید. من در روسیه با معاش کار میکنم. اگر پول من به نصاب زکات رسد، آیا زکات بر من فرض است؟ خب رحمت خدا بر شما باد. برادر عزیز، نصاب زکات من دین روز نگاه کردم، در یعنی طرف های روسیه از 62,000 تا 370,000 گرفتن. یعنی نصاب زکات از طلا و نقره است. اگر از طلا حساب کنی 370,000 میشده، ای نقره حساب کنی 62,000 میشده. یعنی میانه همین را اگر ما گیریم، هر انسانی که یعنی 60,000 70,000 تا 100,000 داشته باشه، البته در بالای پولی وی، در بالای سومی وی 1 سال گذره. یعنی مثلا همین روز در دست شما 100,000 افتاد، از بالاش 1 سال گذشت. 1 سال گذشت، سال دیگر همین روز آمد، در دست شما همون 100,000 باقی ماند. وقتی که 1 سال در بالای پول شما گذشت، البته در کله شما زکات فرض می شود. یعنی زکات 2.5 فائز 2.5% از همون پول ادا کردن است. مثلا اگر شما 100,000 داشته باشه، در 100,000 2.5 روسی برای شما فرض می شود که زکات چه ادا کنه. یعنی چند سوم داشته باشه، چقدر سوم داشته باشه، جمع سوم حساب میکنه و از همون سوم 2.5% برآورده زکات چه ادا میکنه. و در تاجیکستان 21,000 سومان، یعنی در همون سایت شورای علما نگاه کردم که 21,000 سومان بوده.
یعنی نصاب زکات در تاجیکستان. در روسیه از 62,000 سر شده تا 370,000 یعنی نصاب زکات گرفتگی هستند. هر انسانی که مثلا اگر 60,000 زیادتر داشته باشه، یک سال زیاد هم پول در دستش ماند، بهتر می شود که براش یعنی زکاتی مالش ادا کنه، چون که خداوند زکات هم از طلا و هم از نقره گفته است که انسان اگر همین چیزها را داشته باشه در کلش زکات فرض می شود. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملا معنای کلمه مسیح چیست و برای چی عیسی مسیح میگویند؟ التماس جواب گویه. برادر عزیز، حضرت عیسی علیه السلام پیغمبر خدا بود. خداوند برای وی معجزه داده بود، معجزه پیغمبری داده بود. حضرت وقتی که یعنی اکثر بسیاری کسل ها را، مثلا کسل های برس، پیس، کسل های کسل پوست هستند، اونها را به دستش محس میکشید، اونها شفا میافتند. یا انسان های عاجز نابینا را به دستش چشم هاشون میمالید، محس میکشید، بینا میشدند. یا اینکه انسان های گنگ ناگویا را به دستش دهان های اونها را محس میکشید، یعنی اونها چی میشدند؟ گویا میشدند. خداوند برای حضرت عیسی معجزه داده بود که بیماری ها را به دست تبوت میکرد. وقتی محس میکشید اونها یعنی شفا میافتند. به همین خاطر حضرت عیسی علیه السلام یعنی عیسی مسیح گفته می شود. خواجه برادر از سوال کرده است که سلام علیکم استاد، برای شخصانی که کانکورس میکنند در رمضان و شخصانی که از این بازی ماشین برد میکنند چی حکم دارد؟ برادر از کانکورس ها اینها همشون در قمار داخل میشن، حکمشون در شریعت حرام است، چون که اینها قمار هستند. همون قماری که یعنی خداوند حرام گفته است، منع کرده است، همین است. انسان یک جایی که هیچ معین است و سوم میگذاره به چه خاطر؟ به خاطر بازی کردن. هزارها انسان ها بای میتین، فقط یک چند نفر انسان میبره. اینها همش قمار هستند برادر عزیز. هم به انسان بازی کننده را حرام است، هم برای انسانی که این کانکورس را میگذاره. این پول حرام است برادر عزیز بزرگوار، نادرست است. خب برادر عزیز، السلام علیکم داملای عزیز، یک خواهش دارم درباره حرمت پدر و مادر صحبت کنید. ان شاء الله رب العالمین. برادران عزیز، در شب‌های آیان یگان شبی را مخصوص درباره احترام پدر و مادر صحبت میکنیم. حرمت پدر و مادر این بعد از عبادت و بندگی خدا احترام پدر و مادر است برای هر فرزند. رضاگی الله در رضاگی پدر و مادر است. قهر غضب الله در قهر غضب و ناراضگی و غمگینی پدر و مادر است. ان شاء الله یگان شب مخصوص در باره حرمت پدر و مادر صحبت میکنیم. خب برادری از سوال کرده که سلام علیکم، کدام یک سال روزه و نمازش را به پدرش بخشد قبول می شود یا کی نه؟ برادر عزیز، نمازها و روزه های فرضی را بخشیده نمیتونه، چون که انسان خودش در گردنش فرض هستند که باید اینها را ادا کنه. اما نماز و روزه نفل اگر انسان 2 رکعت نماز نفل خونه، یعنی در حق پدرش گذشتگی باشه، در حقش بخشه، یا اینکه روزه نافله گیره اگر ثواب شه، فقط جا ثواب شه بخشیده می شود، ثواب شه در حق اونها ببخشه، درست است برادر عزیز. اما نماز و روزه فرضی را در حق پدر و مادر بخشیده نمی شود. سلام علیکم، آیا شخصی کافر بعدی در آمدن در اسلام قضای عبادت های گذشته خود را باید ادا کند؟ نه برادر عزیز، انسان کافر وقتی که ایمان آورد، بعد از ایمان آوردنش یعنی تا اون حالت در گردن وی نماز و روزه و اینها حج زکات در گردن اون فرض نبودن، چون که وی ایمان نداشت. این فرضیت نماز و روزه و حج زکات و اینها فقط برای شخصیت مؤمن مسلمان هستند برادر عزیز. وقتی که ایمان آورد، هر چیزی که پیش از یعنی ایمان آوردنش قضا کرده بود، اونها از گردنش ساقط هستند، از این پس عبادت میکنه. اما حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که ان الاسلام یهدم ما کان قبله، گفتن اسلام هر یعنی گناه و کفر و شرک و معصیتی که پیش از اسلام آوردنش همون کافر کرده بود، همه اونها را نابود میکنه، بیکار میکنه. یعنی به سبب اسلام آوردنش انسان
از گناه پاکیزه می شود. کافر وقتی ایمان آورد پاکیزه می شود، مثل شخصیتی که از مادر تولد شده است. یعنی همه کفر و گناهاش یعنی نابود میشن، بیکار میشن. خب برادر عزیزی سوال کرده: السلام علیکم داملای محترم، فرزندی که مادر و پدر را حرمت نمی کند، این خیل آدم ها چی حکم دارند؟ البته اینها عاقی پدر می شوند، اینها محروم از رحمت خدا می شوند، اینها لعنت کرده شده خدا می شوند. شخصیت هایی که پدر و مادر احترام نمی کنند، آزار می دهند. خداوند در قرآن برای ما تاکید کرده است که ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، در نزد پدر و مادر اوف نگویه، برای پدر و مادر سخنهای آزار دهنده و ناراحت کننده نگویه، اونها را احترام کنه. یعنی احترام پدر و مادر این از جمله ضروریات دین است برای شخصیت مؤمن و مسلمان. البته شخصیت احترام نمیکنه و آزار میده و گناهگار میشود. حدیث پیشتر خوندیم که رضایت الله در راضیگی پدر و مادر، قهر و غضب الله در ناراضگی و خفگی اونها است. شرط نیست که پدر و مادر گویند که فرزند من ترا عاق کردم. همون لحظه که پدر و مادر از فرزند خفه شدن، این فرزند خودش در حال عاق میشود. و این خاطر انسان هایی که احترام نمیکنن اونها محروم از رحمت خدا هستند، اونها بی نصیب هستند. حتی بعضی از روایت ها گفته میشه که عبادت های اونها در درگاه خداوند قبول نمیشه. خب برادر عزیز گفته که السلام علیکم داملای محترم، طرز درست گذاشتن سجده سهو را میفهماندید. خب در نماز سنت نیز گذاشته می شود؟ بله برادر عزیز، در نماز سنت، نماز نفل و واجب، وقتی انسان نقصان کمبودی کرد، مثلا ترک واجب کرد، تکرار واجب کرد، تأخیر واجب کرد، تأخیر فرض کرد، در این صورت ها سجده سهو براش واجب می شود. سجده سهو برای انسان واجب میشه، چی اگر در نماز فرض کنه، چی در نماز واجب کنه، در نفل کنه، سنت کنه، سجده سهو واجب میشه. فقط سجده سهو هم یعنی فقها گفتن که انسان اگر تنها باشه، خودش طاقه یعنی نماز میخوندگی باشه، هر دو جانب سلام داده بعد از آن سجده میکنه. اما اگر انسان امام باشه و در جماعت باشه، در این صورت یک طرف سلام میتیه و سجده سهو میکنه. برادر عزیز خب سلام علیکم داملو، شکر میکنیم که شما را داریم، الله شما را نگهبان باشد. سوال چنین است: من خود در مسکو طفلک 4 ماهه دارم. خب 2 روز پس از گذشت رمضان فهمیدم که زوجه‌ام روزه گرفته است. من او را گفتم که روزه خود را خورد و بعد طفل از شیر برآمدنش قضا گیرد. من در این حالت گناهگار شدم یا نه؟ اکنون برادر عزیز، طفل فرزند شما 4 ماهه شده است. این وابسته به حالت همون کیلین است. اگر وی قوت میکرد و به سبب روزه گرفتن شیرش کم نمیشید، روزه گرفتنش براش بهتر بود. اما وقتی که خیف بر زن به نفس خودش یا اینکه به نفس فرزندش که یعنی مادر شیر دینده است، خیف برای که یعنی وقتی روزه گیره شیرش کم میشه و کودکش یعنی گرسنه میمونه، در این صورت شریعت وی رخصت داده است. اما شما حق نداشتی برای مجبور کردن وی حالت خودش میدونه. ولی خورده است، وقتی که خود فقط قضایی بعد از رمضان قضا میداره، کفارت نیست براش. برادر عزیز بزرگوار خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته داملای عزیز. خب عزیز، من فهمانید که یک برادر میگوید که اگر زن و شوهر یک تایش نماز خوان باشد، یکی دیگر نماز نمیخواند، این را ولد زنا میگویند. این درست است یا نه؟ من انتظار برای جواب شما. نه برادر عزیز، ولد زنا شخصیتی را گفته میشه که وی از زنا تولد، یعنی ولد فرزند میشه، فرزندی که از زنا تولد وی ولد زنا گفته میشه. اما در یعنی فقها در فتواها آوردن که زنی که نماز نخوانه، شوهر باید وی مجبور کنه برای نماز خواندن. وقتی که یعنی به گردن نگرفت، حق داره حتی شوهر که وی طلاق کنه، یعنی وی جواب شد. یا وقتی که زنی که عبادت و بندگی خدا را به گردن نگرفت، اطاعت نکرد، در این صورت شوهر حق داره که وی
یعنی جوابش دیگه از وی جدا شود. یعنی وقتی که زن نماز نخوان شوهر در این صورت گناهگار می شود، چون که حدیث های پیغمبر هستند که در قیامت برای یک زن خداوند 4 مرد را دوزخ میبره. زنی که یعنی بیراه باشه و بی نماز باشه و بد باشه، فاحشه باشه، خداوند از روی او یعنی شوهرشه، پسر کلانشه، برادرشه و پدرشه خداوند عذاب میکرده است. یا اگر شوهر اینچنین بی نماز باشه، زنم باید مجبور کنه، وقتی وی به گردن نگیره اصلاح نشوه، زنم حق داره حرکت کنه یا حق داره برای دعوا کردن و طلب کردن جدا شدنش. خب چه برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای عزیز، خب همین افشانیدن دست در حالت شستن یا که بعد شدیم میخواهیم با سرچاق پاک کنیم، خب همین را میگفته چی مسئله است؟ میفهموندید؟ اکنون وقتی که انسان دستاش شست، آبهایی که از دست یعنی میچکن، اینها را فقها یعنی در شریعت این آبی مستعمل گفته میشه، آب استعمال کرده شده. این آبی هست که یعنی هست بعضی روایت، بعضی یعنی قولها هست که اگر در بدن یعنی این آب رسه مکروه است. مکروه گفتن چون که آبی طاهری هست که غیر طاهر کننده هست و آبی مستعمل یگان چیز طاهر کرده نمیشه، اما وای خودشم یعنی یگان چیز طاهر نمیکنه. اینا مثلا سرچاق هایی که ما دست رو پاکیزه میکنیم، خاک میکنیم، در اون سرچاق ها نماز خواندن مکروه است، به خاطر که ما با اونها دست رو مونه خاک میخونیم، آبی مستعمل، آبی استعمال کرده شده، کار فرمیده شده در اونها میرسه. این شستن دست ها هم حکم داره برادر عزیز. حرکت کنید در بدن ها تو نرسه، بهتر میشه که در اون سرچاق ها پاکیزه کنید. خب اینجا برادر عزیز گفته که دویم سوال من این است که من خب در مهاجرت محنتی روسیه می باشم، عائله من در تاجیکستان است. آیا عقیقه فرزندی مرا پدرم می تواند به حضور من گذارد؟ خواهش مندیم که جواب سوال را می دهید. من انتظار جواب هستم. بله برادر عزیز، حاضر بودن شما شرط نیست در اون حالت که شما باشه نباشه، پدرتون حق داره، پدر می تواند که یعنی عقیقه فرزند شما را گذرانه، از گردن شما ساقط میشه برادر عزیز. خب برادر عزیز سوال کرده السلام علیکم داملای عزیز، اگر نماز را چشم پوشیده خوانی جایز است؟ در حق ما دعا کنید. داملای عزیز خداوند دشمنان اسلام ما را کور کند، آمین. خداوند شما را در حفظ امانش نگه بداره برادر عزیز. خب چشم پوشیده نماز خواندن مکروه است برادر عزیز. نمازها را مثلا در تاریکی که سجدگاه دیده نشوه یا اینکه چشم پوشیده نماز خواندن مکروه است. حتی انسان‌های عاجزن، انسان‌های نابینا را فقها گفتن که امامتشون مکروه است. یعنی که انسان باید که چشمش گشاده سجدگاه نگاه کرده نمازش خوانه برادر عزیز بزرگوار. خب چه برادر عزیز سوال کرد السلام علیکم داملای محترم، معنای مباح را می گفتید. مباح چیزی را گفته میشه برادر عزیز که نه ثواب است نه گناه، یعنی یک چیزی اجازت، یک چیزی درست، یک چیزی جایز. مثلا یک انسان همراهی همسرش در یعنی بالیش یعنی در جاگه وقتی در آمد میتونه که هم صحبت‌های محرمانه کنه. مثلا هم سخنها را برای دیگه شخصیت گفتنش حرام است. برای زنی که در نکاحش نیست همین سخنها را گفتنش، بعضی سخنهای خلوتی، سخنهایی که بین زن و شوهر گفته میشه در دیگه زنهای بی نکاح یعنی گفتنش حرام است. اما با زن حلالی خودش یعنی چی هست؟ میتونه انسان هم سخنها را گوید، براش مباح است. یا اینکه مثال مال خودش استفاده بردن براش مباح است. یک مال یک شخصیت به اجازه وی انسان نمیتونه یعنی استفاده بره، حرام است براش. اما مال خودش از خودش است، مباح است. یعنی که چیزی اجازه، چیزی درست مباح گفته میشه در شریعت، چیزی که نه ثواب است نه گناه. خب برادر عزیز سوال کرده السلام علیکم داملای عزیز، خب بعضی آدم ها تراویح رو روز میخوانند و روز نه. در همین سوال من کمی روشنی می انداخته التماس. اکنون انسانی که روز نماز تراویح خوان ثواب قیام لیل میگیره، ثواب نمازها رو میگیره. روزی که نخوان از این ثواب خودش محروم میگردونه، به نصیب میگردونه. البته این براش ناخوب است برادر از انسانی که گاه روز نماز بخونه تراویح و گاه روز نخونه. خب
خب برادر از سوال کرده که السلام علیکم داملا، من پیش از روزه در یک هفته 2 بار روزه می گرفتم اما شبها نمی خستم. روزه من چی می شود؟ التماس جوابش رو انتظارم. الله نگهبانتون باشه. اکنون برادر عزیز وقتی که همون سر شب نیت روزه نفلی کردی، نیت کردی که یعنی روزه میگیری و همون قصد قطعی به همون نیت قطعی، ان شاء الله روزتون درست میشه. یا که انسان سحر خسته است تا پیش از نصف نهار، پیش از ابیتر یگان سنه خورده است، میتونه که قصد کنه برای نیت روزه نفلی. سحر خستن در هر روزه باشه، چی روزه فرضی چی روزه نفلی باشه، در سحر خستن پیغمبر بزرگوار گفتن برکت است، بهتر از ثواب میشوه. تسحروا فان فی السحور برکتا. پیغمبر بزرگوار گفتن سحر خیزی کنید، در سحر خستن برکت است. یعنی که در روایت دیگر گفتن که یعنی فرق بین روزه ما و روزه اهل کتاب در همین سحر خستن است. چی خوب میشد که سحرها میخستی، اگر خوردن هم که نخواهی یک قطره آب یعنی می نوشیدی و نیت میکردی خواب میرفتی، همین برات بهتر میشد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی خیر خلقه.